امروز 26 آبان ماه در گلخانه آقای فیروزی در منطقه جیرفت هستیم. آقای فیروزی با سلام، میشه لطفا فرمایید توضیح بدین امسال که از کود آگریوم استفاده کردین چه مزایایی نسبت به سالهای قبل داشتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مقدم شما گرامی به خیر مقدم به شهرستان جیرفت، بخصوص در گلخانه این حقیر تبریک عرض می کنم. انشالله قدم شما را به فال نیک می گیرم و از راهنموداتون استفاده خواهیم کرد در جهت بهبود به کیفیت کار خودمون. بنده 5 مهر ماه کشتم را آغاز کردم با توجه به اینکه هر سال در اوایل کشتمون میزان بوت میریمون زیاد بود، میزان تلفاتمون زیاد بود. امسال الحمدلله با توجه به کودی که کود اگریهم که داخل با خاک مخلوط با کود گاوی مخلوط کردیم و از کود مرغی تقریبا 50% سالهای قبل مصرف کردیم. امسال الحمدلله خیلی راضیم، خیلی هم خوشحالیم و بسیار جواب خوبی به ما داده. ما بسیار راضیم از اینکه از اگریوم استفاده کردیم. هر سال که اگریوم که استفاده نمی کردیم، قبل از این که بخوایم چینم می کردیم بوت میری داشتیم، ولی امسال نه در دورانی که کاشت کردیم 1 دونه بوت میری داشتیم، نه دورانی که الان من 4 چین خیار چیدم و هنوز 1 بوته از خیار من تا کنون نمورده. این احساس میکنم که فقط تنها میتونسته همین کود کمکی به من کرده باشه، چیز دیگری نمیتونسته باشه. آقا در میزان برداشتشون در هر چین هم هیچ اثری گذاشته؟ قطعا بدون شک. من سال قبل با همین میزان که چین اولم نزدیک 340 کیلو بوده، امسال 2 برابر شده 650 کیلو چین اول که دانه‌های ریزم نچیدم. چین دوم چون از تاریخ تأسیس گلخانه من حدود 6 سال 7 سال داره میگذره، چین دوم به مراتب چین اول که 600 خورده چیدم، چین دوم 1 تن و 300 کیلو چیدم، چین سوم 1 تن و 800 کیلو چیدم، چین چهارم 2 تن و 500 کیلو چیدم. همینطور به ترتیب هر روز هر چینی که رفتیم جلو تناژ ما بیشتر بود. آقای فیروزی در یک نواختی گیاه و یک نواختی محصول گیاه هم تغییراتی صورت گرفته؟ بسیار عالی بوده. تمام ما با توجه به تجارب که از قبل دارم، هر سال به این شکلی که الان خودشونم داره میبینن از نزدیک خیار به صورت 1 نواخت، ولی هر سال یه بوته کوچک بوده، یک بوته بزرگ. بوته‌ای که بزرگ میشده حتی به اجازه که رشد به او بوته بعدی ها نمیداده. و امسال تمام خیار من 1 نواخته، هم اندازه به 1 نواخت، هیچ مشکلی هم نداره. به همین خاطر برداشتم بیشتره. غیر از بوت میری آفراد دیگه هم داشته که امسال نداشته باشی؟ بله، ما به قارچ‌ها هم امسال کمتر به نظرم میرسه. ما از کود شیمیایی خیلی کمتر استفاده کردیم، یا مثلا سرخچه یا حشرات امسال هم داشتیم که البته ولی خیلی بیماری قارچی چیزی دیگه داشتیم. امسال نسبت به سال قبل خیلی شاید مثلا اگر بگم که سال قبل ما 1 کیلو کودا هر دفعه‌ای که کود میزدیم یا با آفتابه آب میکردیم میرفتیم پای بوتا، ولی امسال هنوز فقط ما هر دفعه‌ای 200 گرم به این نیم هکتار کود بیشتر ندادیم، سهم بیشتر ندادیم. 200 گرم. آقا فیروزی موضوعی دیگه هست که توضیح نداده باشین الان در آخر کار بفرمایید؟ الان چیزی به ذهنم نمیرسه. اگه شما سوالی دارین بفرمایید، من در خدمتتون هستم که لازم میدونین. خواهش میکنم. من با اجازهتون یه فیلم برداری از گلخونه‌هاتون از بوتهاتون انجام بدم. شما صاحب اختیاره. خواهش میکنم. سپاسگزارم از دوست شما. تمام میکنم. ببینید از پایین بگیریم ببینید چقدر با وجود این که 3-4 تا دونه بزرگ داره
ولی تمام گلاش بسته و گلمیری نداشته. توضیح بعد اینه که این گلخونه از روی سطح خاک دونه داره تا بله سیمی که الان این دونه خیاری که روی زمین مشاهده میکنین روی سطح خاکه. حالا من همین بوته رو تعقیب میکنم تا جایی که رسیده روی سیم یا انتهای بند دونه داره. آقای فیروزی سپاسگزارم از محبت شما که این فرصت رو به ما داده. 13 آذر ماه دی ماه در گلخانه آقای آذرآیین هستیم. تاریخ کشت گلخانه آقای آذرآیین در 25 مهر ماه بوده. من چند تا سوال از ایشون میپرسم که مورد توجه شما قرار بگیره. با سلام خدمت آقای آذرآیین. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. متشکرم. آقای شما امسال از کود آگریوم استفاده کردین؟ بله. میشه توضیح بفرمایید سالهای قبل هم استفاده کرده یا نه؟ سالهای قبل با توجه به این که از وجود این کود ما در منطقه اطلاعی نداشتیم استفاده نکردیم. مزیتش نسبت به سالهای قبل چیه؟ با توجه به مصرف کودی که امسال داشتیم. این کود یه تاثیر خوبی روی قطر ساقه ها، سطح برگ و کیفیت محصول داره. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایین دونه ها یک شکل، هم اندازه و بازار پسند میشن. بله. از حیث سرما چجوری اثر آگریوم روی بوتهای شما چگونه بوده؟ با توجه به اینکه منطقه کشت ما نسبت به مابقی مناطق سطحش پایین تره و تقریبا 1-2 درجه اختلاف دما هست، منظور که سرما در منطقه ما بیشتره، بسیار اثر خوبی داره روی مقاومت بوتها در مقابل سرما. از حیث بوته میری نسبت به سالهای قبل چه اختلافی داره؟ از نظر بوته میری سال گذشته تو همین سالونی که الان در خدمتتون هستیم شدت بوته میری زیاد بود، امسال بسیار کاهش یافت. از لحاظ یه نواختی میوه فرموده، از لحاظ یه نواختی خود بوته چیه؟ بوته همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید سطح برگ ها کاملا بزرگ و سبزینگیشون کاملا نسبت به سالون‌های دیگه‌ای که استفاده نکردیم مشهوده. از لحاظ برداشت، میزان برداشت اینجا اختلافی با سالونایی که مصرف نکرده یا سالهای قبل داره یا نه؟ توی یه سالن که ما امسال از این کود استفاده کردیم حدود 50% افزایش برداشت داریم نسبت به سالن نسبت که به نه سالن دیگه ما که استفاده نشده از این کود. جناب آذرآیین، موضوعی هست که من نگفته باشم شما در موردش بخواید توضیح بدید از مزایای این کود؟ از مزایای این کود هم تقریبا اهم مطالب عرض کردیم خدمتتون. در مورد ارتفاع بوت‌ها میشه توضیح بدین؟ ارتفاع بوت‌ها الان با توجه به اینکه در فصل سرما هم هستیم و گلخونه ما هم تقریبا سیستم گرم کننده خوبی نداره، ولی در این حال رشد بوت‌ها خیلی خوبه. بله. خب در خدمتتون هستیم. می‌بینیم توی گلخونه که آگریوم مصرف نکرده و از نوع شاهد هستش. بفرمایید. گلخونه‌ای که در خدمتتون هستیم، در خدمت آقای آذرآیین هستیم، کود آگریوم مصرف نکرده. من از ایران آذرآیین
تفاوت این گلخونه با گلخونه که مصرف کرده جویا میشن. جان آزاده میشه توضیح بفرمایید؟ این سالونی که در خدمتتون هستیم از نظر شرایط تقریبا همسان با سالن کناریه که در اون سالن از کود اگریهیوم استفاده شده بود، اما تو این سالن ما استفاده نکردیم. همطوری که ملاحظه می‌فرمایید بوته‌ها نسبت به بوته‌های سالن قبلی کاملا تفاوت دارن. سطح برگ‌ها کوچکتر، سبزینگی برگ‌ها کمتر و دانه‌های ضعیف‌تری دارن که شکل دانه‌ها معمولا در اینجا با دانه‌ای که مال مربوط به سالن کناری هست کاملا متفاوته. دست چپتون مصرف شده، دست بله. راستتون مصرف نشده. مصرف نشده. کامل. از لحاظ رشد گیاه چی؟ از رشد گیاه، رشد سالن کناری فوق‌العاده، در حالی که اینجا رشد چندانی نداره. چند درصد میتونه بیشتر باشه سالن قبلی؟ سالن قبلی نسبت به 50% رشد داره. پس یکی از فواید آگریوم اینه که مصرف آگریوم اینه که 50% رشد گیاه رو بیشتر میکنه. و همون نسبت بازدهی چندین برابر بالاتر میاد. در یک زمان 50% بیشتره ولی در طول سال چندین برابر بیشتر میشه. در مقابل از لحاظ قطر ساقه و مقاومتش در مقابل سرما موردی داره؟ سالونی که در خدمتتون هستیم با توجه به سیستم گرمایی ما تو این سالن مستقره، اما ملاحظه می‌فرمایید که بوته ها رشد چندانی ندارن و ساقه ها تقریبا ضعیفن. مقاومتش رو در مقابل سرما چه فرمایید؟ مقاومت در مقابل سرما در سالن کناری بوته ها نسبت به سرما مقاومت بیشتری دارن. بله. جناب دارین سپاسگزارم از لطف شما. خواهش می‌کنم در خدمت شما هستم. وقتتون در اختیار من گذاشتید. خواهش می‌کنم در خدمت شما هستم. کوز مایش هم رسیده، تشریف بیارین اونم در خدمتتون باشه. دست شما در نکنه.